برافشانی دکن با شوی بدر. برای من از فرزندی پدر دیدم بختم مهمتر است. این آدمی میگفت اگه ایمان می اومده باشد نمی اومده باشد. او چند در خونه تنها بود، مزه اش هم نبود. نگاه کنم خونم اومده باشد، شاید خونم اومده نگاه کرده باشد. کنه یک بار با نمروش زنگ زنم. اوچه جونی من، چندقدر عذاب‌ها کشیدی در این زندگی تو. از گوی مشتری خاموش کرده شد و یا بیرون از منطقه شبکه فعالیت قرار دارد. аппарат абонента выключен или находится. شاید در خونه باشه نه؟ فکر میکنم که در خونه هستن. باید روم. او چند تنها است. لابا شمس. سلام اکا. سلام. خوب هستین؟ رحمت تنجی است. نه از کجا تنجی؟ گابزن تنجی است. فوران رو خدا دکو. در کجایی تو؟ من در پشکون خونه. فوران می اویم. خوب مینش. من انتظار میشم اکا. وای اپا جون. وای اپا جون. دختر جانم. وای تای سرتون پس اپا جون. وای با شما ممکن نیست تایی سری پس خوب کردم. خواهر جان. خواهر جان آمدی. اومدم اپا جون اومدم. دخترکی آچی جانم. جون آمدی خوش آمدی. دیدم که تایی سرتون پس گفتم در بولشتی بلنده کنمونم جون. خوب کردی خوب کردی. وای جون. من کمتر مزم گریختگی. کی با شما رو با اینجا دعوت کردن؟ من نمیفهمم. در این نیمه شبی. سلام علیکم. علیکم السلام. خیلی جوره؟ نه زحمت. شما زنگ زدین دعوت کردین. خب چی میخواستید؟ شما کی هستین؟ از کجا زنگ زدین؟ کی بودن ما فکر میکنم که مهم نیست. مهمیه که ما درباره خود خوب میدونیم. برای کارخانه پیمان هم شف روان کرد به شما. شف کلان. کرسی همین معاون رئیس خالیه. کدام وقتی میخوای خودت مرحمت. وای جونی خودم اپا جونی خودم. جانم. او همین کساشو در با من زنگ زنه. همین فاروق زنگ زد در مغازه پریده دویده اومدم. واه میمونم. شما فرزندی پدری من. فرزندی پدر در همین وقت در کار نباشه در کی در کار میشود. همه سوز همه خوب. شما زیق نشد. من هستم که من برای چی در کار خویم؟ من هستم. همین دوی ما زیقی میکنید ده. زیق نشوید پجون. زیق نشوید. پجون. جونی من. امی فرق جانا کو. فرق جانا. امی فرق جانا. آخی ما خیش تباریم. جان و جیگریم. امی فرق جانا گیدم پسری من نگاه کنند. مایلش. خیلی همین خیش تباری فرزند پدری برای همین در کار که اپا جون. شما سخت شمال کشیدید. چوی گرمک بیارم؟ مایلش حوزی اصل چوی دم میکنم. من نفهمیدم. این گپ شما تا چه اندازه حقیقت دارد؟ میتونید فهمونم؟ جورا ولی خود ما رو نمیشناسی نقص. ولی کار کنیم ایده خود ما رو میشناسی. اگر تو ما رو باور نکنی من میتونم که حوزی یک ساله معاش خیلی پیش پرداخت کنیم. چی؟ معاش؟ چه خیلی معاش؟ اولو من کار نکردم؟
برای ما پرابلم نیست. اگر که خواهیم خودی پگاه ما میتونیم که در شهر دوشنبه یک خانه 5 جورگه یک ماشینای زمانهایی با شما تحفه کنیم. اگر با شرطی که شما بخواهید با ما همکاری کنید صاحبی همه چی میشه جورا. آینده درخشان میشود ولی جوانی یک فکر که جورا اینا رقمای ما گوش کن برادر، برای این گپای شما من فکر کردم میبرم. ها بچه خلاصه نمیام. جورا همه کرسی را آدم ها چندین هزارها دلار پیشنهاد دارم. یکی ما با یگان آدم ندادیم شما را انتظار کرسی. خب گفتم که یک فکر میکنم بعد به شما زنگ بزنم. کرسی زای بخصد ولی جوانمر داره. خوب یک فکر که زنگ بزنم. اینها کی باشن؟ پیشنهادی کلان، ماشین، خونه و در، وظیفه نمیدونم. اینها با من دام میگذارن چی؟ ما با که فروخ چی کار میکرده باشیم؟ لعنتیا نه گفتم بوقی کارا بود دستم بکشان که بیدار شد. خیر توقت کن کمپیر، عجلی تو در دستی من است. اپا جان توقت کن، جانگیری تو می باید. صورتگیریم با دلم زد. مردک یک بار نمیپرسد که ما چی حال داریم. الو مردک چیکار شما؟ من ناس خیریت. این خیلی به خاطر شما نمیرسه. ما زن دارید، کودک دارید. همین بگاهی اومده من از اینجا برید. من در این ناحیه دلم تنگ شد. محیط این ناحیه من جیغ نفس گیر کرد. خیر میدونم خانه پدرتون بسیار ناز خانه پدرتون، لیکن من در خانه پدر شما دلگیر شدم. دلم تنگ شد. الان بگاه اومده من نبرید. این من کارم چی شما کار دارید ندارید. همین بگاه اومده من میبرید. تمام گپ و سلام. دلم تنگ شد. دیدنش میبرد میرود، انیسش میبرد میرود. ای روزهای آخر انیس تماما به خود نیست. نه گپ میزند نه صحبت میکند. خوش قلق اینش ایسون کشم، خوش قلق اینش ایسون کشم. وای ارکه کرده بلای سری خودم کردم. Yocha. Yok şice. Anca. Son. چی نشد؟ قدر با فکر فرو رفتی؟ با فکر فرو رفتی؟ حیات های زندگی های محیط فکر آدم ها فرو میکنن. همه وقت آدم فرسان نیست. همه وقت آدم خوشحال نیست. به همین خاطر خیر
خواهی فکرت گپ زن ما هم با فکر فرو رویم چی فکر کنی تو؟ فیلم گپ زنم میدونم چرا در دلی ما زده که در دلی تو زدگی؟ چی در دلی تو زدگی؟ نمیدونم چی ایامی کودکی ما را در محیطی بد کلام کردیم مادر گفته پدر گفته ما هر یک سخن شما را در زمین نمونده گوش کردیم یکی شما چیکار کردیم چرا فقط راهی بد باید یک کس پا بغلطونیم باید نون یک کس بگیریم بس او چرا اوچه مذهب طاقت نمیکنیم او چرا زرگوشک برای با یک دهاتی بچه تسلیم شدی؟ چرا ما یکم کس نمیترسم عجوز پروردگار ما یکم کس نمیترسم یکی بس سیوچا پگه ما کودکدار میشم پگه ما زن میگیرم من نمیخوام که فرزندی من نمیخوام که پگه فرزندی من شرم دارم ایما اوری پدر داشتن شرم دارم اگر مادرت زنده باشد اوچا در همون جایی که دهاتی حاضر خطکی کرده میشند کو در همون کرسلای دهاتی تو میشینی اوچا من در یکم جونا میشینم ما فکر ما کردگیم ما اوچه مقصد ما موندگیم اوچا بس های دیگه این سومی حرام سری همه میونم ما دیگه در کار نیست دیگه ما در کار نیست ما میخوام که سومی حلال کار کنم مهنتی حلال کنم تو همین روزا چی چیزی گفتیم ما گپ شما را کردم اوچا دیگه وجدانی من نمیبرداره که من اون مردک ده خیانت کنم وجدانی من نمیبرداره که من ده او آدم بعدی کنم در کار نیست دیگه دیگه تمام تو برای یک دهاتی شده انمو دهاتی تمامی بدیهای ما را دید تمامی کارهای ما را دید همه همی را به نظر نگرفت چیکار کرد با مرا وظیفه داد چه چه ما وجدان میبرداره در حق همه آدم هم کاری بداره میکنم چه وجدانی من میبرداره آدم همی کارا میکنه پگه من نمیخوام پگه میخوام که فرزندی من فخر کنه که پدری نانی حلال میخوردگی داره فهمیده سیوچه جون به همین خاطر فای روزه چی چیزی گفته نگفتین 100% قبول یکی بخشش دیگه من نمیتونم اوچه جون بس من در کار نیست بس بسیار گپ نزن با مهنتی حلال اگر مهنتی حلالت میبود تو صاحبی کت و کود نمیشدی اگر این مهنتی مادرت نمیبود تو صاحبی اینقدر آبرو و دبدبه نمیشدی میدونی شمس مادرها سپاه زندگی ما هستند اگر در حق ما دعا کنند عالم گلستان می شود به دعای آنها ما هیچ به مقصد نمی رسیم از این خاطر کوشش کردن در کورسترین زندگی دعای آنها را گرفتیم و صدقاً برایشان خدمت کردن وظیفه ما است راست میگوید اکا همه گپای شما راستند ای بار الها تو پاک هستی من حمد و ستایش تو را بیان میکنم گواهی میدهم که بغیر از تو خدای شایسته پرستش نیست من از تو بخشش میدونم پیش تو تقبل خداوندو
پسر یکودهیم فرو در پناه عصمت در نگاه خدا جان فرزندی برای نادرست نبانی خدا جان. شمس آمد در حیات یک چیز رو از خاطر نبر. کسی به تو پول میدهد، مول میدهد، عموما یک کار را بود میکند، قرض است. تنها کاری پدر و مادر که برای تو میکند قرض بدن نمیتواند. به این خاطر بهترین دوست، بهترین رفیق و غمخورترین شخص برای ما در زندگی این مادران و پدران هستند. دیگر کسی چی کاری میکند روز منت میکند. ما باید قدر اینها را دانیم. بله از تو نخواست ما گذاشتم ای باری همی پول. ما ای باری همی پول گذاشتم. ما میرم مهنتی حلال میکنم. عرق جبین میرزونم. لیکن اون ما میام زندگی ما پیش میبرم. ما فقط فرزند ما، زن ما بنونی حرام روزشانه میگذارونم. این چیزا ای خاطر ببرد مادر. ما کردم توی روزا چی چیزی پدرم گفت، شما گفتین، دیگه و دیگه گفتین، کدوم اکم گفت، چی چیزی گفتین ما کردم. بس ای بس دیگه وجدانم نمیوردورا. ما فاروق دیدم. فاروق هم شبزنه بهترین مردک های همه کروی ما دید اومد ما پریکولش کردیم در خونه خدا ما پریکول کردیم خدا ما مسخره کردیم یکی همه میره فاروق دید چکو کرد شما را پوشید هیچی نگفت به همین خاطر مادر جان تمام در برای فاروق نقشه میکشید در برای فاروق چیکاری میکنی؟ اوچا جون ما در این کار خوش نیستیم. کاری بدایی بیگذار مادر جون خفه شد. بیگذار ایما حال نیه خفه شد. لیکن من این کاری بدا دیگه نمیکنم. شد تمام. زنگ بزن مونیسا. باکت زنگ بزن. مونیسا زنگ بزن. بیا اوچا کارو کردن بیا. ما رفتم پای حیاتی خودم. مهنتی حلال. پگا فرزندی ما باید فخر کنه. زنی ما باید فخر کنه. پگا ای پشتی ما شیده سرخان نبوشم باید فهمیدی اوچه؟ ترسانچک شد رو از کفر کورچه ما یگون کس نمیترسم بغیر از خداوند یگون کس نمیترسم فهمیدی اوچه جون؟ شد تمام تا من این دهوتیه از این کت و کوتش نمانونم کارم بس نمیکنم فهمیدی؟ حالی یک روز برای پولهایی که در پیش من پرتافتی و هر یک دانه این زار میشوی الو سلام خیرالله من با گفته شما راضیم لیکن پیشه که یک ساله معاش شما را پرداخت میکنی بله خانه و ماشین را نیز از خاطر نبرار خب میلش کارمون چی میشده باشه با آقای فاروق
یک چوره میبینیم چی تو این دهاتی از وظیفهش نگیرم توی یا که اکتا در این وظیفه نمانم من دست نمیکشم فهمیدی؟ من داونو دست کشیدم من تمام چه تمام رو ترسم چک همون نیست توبه عجایب دنیا بعضی پدر مادر فرزندان را در راه درست در راه خوب تربیه میکنن نصیحت میکنن که حق یک کس نخوریم یک کس دشنام نکنیم عزت نفس یک کس را نرسیم افسوس پدر مادر ما ای خوردی ما را در آبی بد تربیه کردن بسیار عذاب میکشی بعد به قدری مادرم میرسی فهمیدی؟ بعد میرسی که دل میشم گم شده رو تیم نکن به نظرم فاروق در حد ما خیلی خوبی کرد ما در حق فاروق چی بدیوی کردیم یکی برزنی هم نهمی فاروق مردانوار ما را سوی وظیفه کرد سوی جوی کار کرد خونش نرمون برزنی همه این بدیوی ما نگاه نکرده چشم کشید پدر مادر اگر ایما خفا هم باشیم اگر ایما دیلتون هم موندگی باشه ما دیگه دایی رو نیست بس بس بگذار چیزی باشه نباشه میرم خروجه کار میکنم مهنت میکنم زندگی ما عبود میکنم دیگه در کار نیست سلوان ببخش توبه کردی خدا جونه توبه کردی هیچی نبوده یک هفته شد که قبلی خوب میبینم که کسی از خودی رو مرا کشتن میخواد او خدا جان آفر من باید اون کس بدی نکردم شاید که نه همین بچه جان من ندارم فاروق جان من هیچ وقت بدی کردن خودی نیست به هر حال یک خیر کردن در کار او خدا جان خدا و چه میدونم که بسیار نقشه داری ولی هم بودک ویران کردنی ولی در دلت چیم چی کدام گپ های چیم چی کارو های میترسم که همین نگینه را برای بد میبری نگینه و نگینه بیا اینجا ما نصیب خداوند روزی باشه خارجه رفتن من اول میفهمیدم که در کاری میکردگی پدر مادرم خودت روزی نیستی برای هر یک کاری بدم یکون گفتی گنده گفتگی باشم ببخش من در این سفر کارشم اوچاجو من یک چیز رو نفهمیدم برای چی اینقدر دیر بر اومده دکترها چی گفتن؟ بچه جان وای کپل موندم برای همینم دیر شد بدونی بچه جان چی اوچاجو؟ تمامی اعضای بدنم از درد میسوزه بچه جان
آخه بسیاری بعد فکر میکنید اوچا جون. شما را چی لازمه اینقدر فکر کردم؟ فکر کردم نمیشه بچه جون. فکر نکنم هم نمیشه بچه جون. هر شخص خودش دردش خودش میبرداره بچه جون. اوچا جون، اگر خداوند همین امکانیت به بنده‌اش میداد، من همه دردهای شما رو به خود میگرفتم اوچا جون، تا که شما آسوده باشید. این خیلی نگو بچه جون، این خیلی نگو. به همینم تمامی بدبینی من در گردنی هست بچه جون. خیلی نگوید اوچا جون. وظیفه ما است. وظیفه هر یک فرزند خدمت مادر کردن است، خدمت پدر کردن است. رفتیم اوچا جون، ماشین نگاه دارم میرم. با مسجد چه شد کار؟ کارو حالا دیگه میشه انشالله که کار همش حالا. هم چی خیلی گفتی؟ لا رفتیم دادیمش. لا وقتی گیریف چشموشای پول کنده نتونست. او معلومه که پاتسان پول دوست داره. کارو حالا انشالله اگه پرابلم هم نمیشه. خیلی گوش کن. از این کار انیس خبر نداره. این کار بین من و تو. فهمیدی؟ از پولش فکر نکن در بابت پول. فهمیدی؟ اینو من حل میکنم. خلاص مادر پول مهم است. مادر نگینه مهمه. خیرالله گوش کن. برای تو نگینه مهم باشد. نگینه دختری من است. فهمیدی؟ پایونه نگینه در دست من. زودتر کارا که حل کردی همش حل میشه. مهم برای من کار بود کنی تو. تمام. فهمیدی؟ که باشه کارا فکر کنه که حل شدگی. حل شدگی. کار حالا. دهنی پوشیده. از قفای کاره. خب انسان باید رفتاری نمونه داشته باشد که روز در میمونه. اکم راست گفته بودن. من باید با فاروق حتما بخورم. کمپیر پوچالا که با تو دستی خودم بوغی کردم میکشم. یا به نظر بایی با فاروق جان رو میشه. فاروق جان که بچه جانشه که از دست دو تمام چیش از دست دو. من باید با فاروق حتما بخورم. الو السلام. چه سوزن؟ تو خوب هستی؟ سوز میشه همه سوزه. میتونم بخورده؟ چی تنجی هست؟ تنجی میخواستم کم در قدیتان گپ زنم. خب بیا من در چهارت دارم. اونا دیگر با بخری. خوب باش میام. خب این کارم درست باشد یا نه؟ خیلی میلی میرم. بیروم همین حوله یک رو بچین کنم همین روز.
Ти инҷа ҳаст нигина бар ман занг задӣ? бао мехостам камтар қатистон суҳбат кунам. Дар бораи чӣ? аммо хатогӣ кардаи падари мадарамро ислоҳ карда мехостам. бахшиш пурсидам. ягон ҷои гапаш нест. ман хатогӣ кардаи онҳоро кайҳо бахшидаам. ягон ҷои гап нест. лекин низ ту дар ҳаёт ҳамин хел бош. ҳаракат кун ки зараратро ба ягон кас нарасонӣ. корҳоятро хуб пеш бибарӣ. фаҳмо аст? ҳаракат мекунам. ба ҳар ҳол ин вазифаи инсонгарии ман аст. чӣ гап шуд? фишарам он қадар баланд набуд ку? мудоме ки ту дар бораи инсонгарӣ гап мезанӣ, вазифаи инсонгарии худат гап мезанӣ, ин бениҳоят хуб аст. дар соят чӣ хел мегина? соис раҳмат. хайр, ту қаҳва қатъи торт истеъмол кун. ман камтар кор дорам, ҳозир мегардам. хуб. برای چی خاطره کرده؟ زندگی سرم حیاتم رو میسوزانم. مادر گوش کن کار تمام. زود به شام زنگ زن از بوی سری فاروق گرفته بیارد. فهمیدی؟ ягон ташвиш нашавӣ. ман худам роҳ мекунам. парво накунӣ ба шофёрам роҳ мекунам. не ҳама хуб аст. раҳмат холаҷони ман. саломатиёт чӣ? шукр холаҷони ман. ба ҳамин хотир ман дар раи сафарам. илтимос маро бубахшед холаҷон. дӯстон ва бародарони азизи ман, як бародари тоҷики мо бо номи усмон дар райони невиски кӯчаи складская автосервис кушодагӣ ҳастааст. шуморо интизор аст. сифати олӣ, технологияи ҳозиразамон вобаста ба вақт иҷроиши кор. рақамҳояшро мегзорам ҳамроҳи якчанд картинка оиди кораш. бо бародар тамос гиред, ҳамдигарро дастгирӣ кунед, то ки ҳамакаса пеш равем. худо нигаҳбон.